سلام. عشق ابدی ببینیم یا نبینیم؟ عشق ابدی ببینیم یا نبینیم؟ آقا من و دوستم اومدیم اینجا ساحل، داشتیم راجع به عشق ابدی حرف میزدیم، گفتیم چرا اینو با شما شیر نکنیم به عنوان کسی که مخالف دیدنشه و اصلا ندیده به غیر از تیکایش تو اینستا و به عنوان کسی که فالوش میکنه، عاشقشه، تا میاد اول وقت میبینه. یه پرانتز باز بکنم، عاشقش نیستم ولی باحال صبح وقتی میاد، به وقت شما شب میاد، به وقت ما صبح میاد، میذارم تو گوشم، همشم کارامو میکنم، اینا دارن حرف میزنن. اگه یهو ببینم یه بحثی بالا گرفته، یه چیزیه، مثلا بعد ببینم دارن راجع به قیافه یه کسی حرف میزنن، راجع به تیپ کسی حرف میزنن، سرم برمیگردم راجع تو گوشم نگاه میکنم ببینم موضوع چیه. یه دختر دهن 80 هستم که تا الان 1 میلیارد هزینه زیبایی خودم کردم. حقیقتش دارم گوش میدم راجع من اگه صبح چشم باز کنم ترجیح میدم یا به موزیک گوش کنم یا به پادکست گوش کنم یا یه چیزی که یاد بگیرم ازش، نه این مبتذل زرده فلان. ایشون البته به نظر من حکم آقای فراستی رو دارن که بدون اینکه فیلم ها رو ببینن نقدش میکنن. من ندیدم واقعا. آره الان ندیده داره نقد میکنه. طنز و لودگی رو با هم اشتباه میگیرن. نه بعد فلان خاک تو سرشون ها. میگم منم خیلی طرفدار نیستم ولی مخالفم نیستم، برام چیزه سرگرم کننده است واقعا. خیلی وقتا احتیاج دارم به یه چیزی که به مغز احتیاج نداشته باشه. به اینکه ذهنتو بخوای به کار بندازی نیاز نداره. آفرین. مثلا همینجوری که موزیک گوش میدی یا مگه وقتی به موزیک گوش میدی میخوای موزیک رو تحلیل کنی یا الزاما یه چیزی ازش یاد بگیری، یه صدایی تو ذهنت باشه تایمت بگذره. من بذارین هواپیما بره، ما الان لب ساحلیم، بعد هواپیما رد میشه، باد میاد، امکان داره صدا خیلی خوب نباشه چون خیلی یهویی تصمیم گرفتیم ویدیو رو بگیریم. من یه تیکه هایش رو توی اینستا دیدم. چیزی که من برداشت کردم اینه که ببینید یوتیوب یه مکانیه واسه اینی که سابسکرایب بگیری و ایجاد درآمد کنی، کسب درآمد کنی. هرچی ویوت بره بالاتر پول بیشتری در میاری. چیزی که من دیدم تو 9 ساعت 2 میلیون ویو خیلی زیاده. این برای من به نظر من جسارت به شما نباشه، حالا شما گوش میکنی، من خیلی متاسفم برای مردمی که وقتشون رو پای اینا میذارن. 1000 تا چیز دیگه تو یوتیوب هست که تو میتونی ازش یاد بگیری. حالا مغزت هم زیاد نمیخواد به کار بندازی، فقط ذهنت عادت کرده بهش و من نمیخوام برم یه ویو به این آدم اضافه کنم که هیچی یادم نمیده و هدفش کسب درآمده. همین نمیرم ببینم و باش مخالفم، ولی به دوستم که میبینه احترام میذارم و دوستش دارم، نمیامم عقیدم رو تحمیل کنم. ما اومدیم اینجا راجع به نظرامون بگیم. من نظرم اینه که خب یه ایده جذاب برای خیلی آدمای زیاد جذابه. خب دمش گرم آورده، داره پولش هم در میاره. خب حالا من با 1000 تا تحلیل دیگه که نمیدونم کار ایناست و فلانی اسپانسر اینه و حواسمون رو پرت کنن هست، با ایناش کاری ندارم. به هر حال این جرقه تو ذهن یه نفر زده که من میتونم چنین کاری بکنم و چنین درآمدی ازش داشته باشم. مثل چه میدونم اینستاگرام پر بلاگر فلان امسانه، یه دمرن اونا رو فالو میکنن، بلاگرم از قبلش پول در میاره، تبلیغ میکنه، فلان میکنه، من شخصا با اونا مخالفم. یعنی من کسی و بلاگرای خیلی دریوری یا اینا رو دیگه، کسی که مطلقا هیچ هنری نداره رو فالو نمیکنم. یعنی شاید در جمع من 10 تا حالا بگیم بلاگر رو فالو میکنم، یه هنری دارن، یا مثلا آشپزی میکنه یا فلانه، به قول تو یه چیزی ازش دریافت میکنم. خب من اونا رو زورم میاد که فالو و سابسکرایب علکی بهشون بدم. ببین یه وقتایی ما میریم یکی رو میبینیم صرفا جهت فضولی که ببینیم خونش چطوریه، چیکار میکنه، رابطهش با اون چجوریه، عشقشون چجوریه، فضولیمون میگیره دیگه. بیایم یه سبزی پاک کنیم راجبش هم حالا حرف بزنیم چه تو ذهنمون چه با یکی دیگه. یه وقتایی هم فالو میکنیم که یه چیزی دستگیرمون بشه، یه چیزی بهمون اضافه بشه. یه چیزی میخواستم بگم راجع به اینکه گفتی خب میخواسته دمش گرم تونسته از این طریق ویو بگیره و فالوور جذب کنه و ویو. منم شاید اگه یه مجری پرستو ساله‌ای بود دیگه، اگر یه مجری معروف بودم پولش هم داشتم، حالا نمیدونم تهیه کنندش کیه،
و میدونستم نون تو این کاره و مردم خیلی میان میبینن، شاید میساختم، چون الان شد اپورتونیتیش، چون الان موقعیتش رو ندارم نساختم و اومدم میگم چرا ساختی، چرا میری میبینی. شاید میساختم ولی یه چیزی بهش اضافه میکردم که یه چیزی به بیننده اضافه کنه، به قشر ایرانی یه چیزی اضافه کنه، نه اینکه فقط یه نونی توش در بیارم. یه قسمت آموزشی هم توش داشته باشه که بگم آقا حداقل اون قشر جامعه که دوست دارن اگه یه چیزی میبینن، چون من کلا فیلمم نمیبینم مگه اینکه یه فیلمی باشه که یه چیزی بهم اضافه کنه. من یه پرانتز وسط حرفت باز کنم، نمیگم بازم خیلی آموزنده است یا چی و اینا، خیلی دفاع خاصی ندارم ازش بکنم، نظر منم زرده تقریبا، ولی باز هم میشینن اینا رو بررسی میکنن، این رابطه ها رو که داره نشون میده، میبینی که مثلا آقا نباید تو سری خور باشی، نباید خاک تو سر باشی، یا مثلا اونقدر نباید وحشی باشی، اونقدر نباید به هیچ چیزی پایبند نباشی. خیلی راجبش صحبت یه جوری تو خودت جستجو میکنی و میگی من این نباشم. آره، حالا فارغ از این که اینا دارن نقش بازی میکنن یا واقعا ریله، یه سری چیزا رو تو روابط میشه دریافت کرد که مثلا این کارو بکنی خوبه و اون کارو نکنی که کار خوبی نیست. پس اینم یه نکته آموزنده داره. چلو من کلمه آموزنده کلمه سنگینیه براش. ببین این یه جورایی لذت و آموزشش با هم قاطیه. تو لذت میبری از این که ببینی اینا با هم رابطهشون به کجا میرسه، چه نمیدونم مثلا ندیدم من یه تیکایشو، ولی چه دعوا میکنن، چه دعواه، چه مثلا خوشگذرونیه، چه عشق. تو لذت میبری از این که وارد زندگی خصوصی یکی شدی و داری همه چیزو میبینی، چون دوست داریم ما آدم فضولی جزء ذاتمونه، دوست داریم سر در بیاریم. حالا تو با کاراکترها آشنایی نداری چون ندیدی، ولی خب همون بخش آموزنده کوچولوش مثلا میگیم که خوبه که مثل فلانی، مثلا مثل سیاوش باشی، مثل نگار نباشی، یه همچین چیزایی. آدم مثلا ممکنه یه سودای درونی، یه نگار درونی، یه چیزی داشته باشه بگی که مثلا بهتره دیگه اینجوری نباشم، اصلا از بیرون چیز جالبی نیست. این ویژن رو به آدم میده. این نظر ما بود. من همچنان زیر بار نمیرم. من نه که هیچیشم ندیده باشم، یه 3-4 دقیقه شو توی تلویزیون دیدم، همینجوری که رد میشد که گفتم اوه نه پس اصلا دوستش نداشتم. حالا شما به ما بگین نظر شما راجع به این برنامه چیه؟ دوست دارید ببینید؟ بخوای چیزی بگی؟ آره. قبل اینکه تمامش کنی یه سوال ازت بپرسم، حالا که از نظر تو اینقدر برنامه مبتذل و زردی اگه بهت پول بدن حاضری شرکت کنی توش؟ و اگه حاضری چقدر بدی؟ حاضری آبرو خودتو ببری تو شرکت کنی؟ آبرو یعنی برای چی آبرو؟ مگه خب وقتی نگرشت اینه که این چه برنامه آشغالیه، خب شرکت کردن در این برنامه آشغال داره از دیدگاهت شاید داره ضربه به شخصیتت میزنه یا فلان. من خودم شخصا شاید با هیچ مبلغی حاضر نباشم شرکت کنم، چون اصلا راحت نیستم که خودم رو در معرض اینقدر جاج شدن قرار بدم. اصلا روحیم نمیکشه که همچین کاری بکنم. ببین سوالتو صادقانه که دارم بهش فکر میکنم، اگه مجرد بودم و پول بزرگی بود و قبلش نیومده بودم این حرفا رو بزنم، حتما شرکت میکردم. خیلی برام مهم نیست منو جاج میکنن. و اتفاقا سعی میکردم تو همون برنامه یه چیزای آموزندم به مردم انتقال، حالا نمیگم من عالم دعوت، سعی میکردم یه جوری پیش ببرم که بفهمم آقا به مردم بفهمونم، به خصوصا به قشر جوون، که هدفشون از رابطه صرفا پول نباشه که خلاصه یه مسائل آموزشی هم توش میکاشتم. ولی چرا که نه، با پول زیاد عمرن قبلش این حرفا رو میزدم ولی شرکت میکردم. حالا بقیه میتونم بگم با چقدر بزرگ بودن شرکت کنم. منو چالنجم انداختی یا دستمو خوندی. آقا من با هیچ مبلغ شرکت نمی‌کردم. شما میتونید بگین که با چه مبلغی حال اصلا بری اونجا، این همه تحت فشار روانی اونجا قرار بگیری، این همه بعدش جاج بشی، حالا یه سری هیت بد میدن یه سری هیت بد نمیدن، طرفدارتن اینا، بری تازه برنده بشی 30,000 تا به کاپله میدن، به کاپل برنده که تازه میشه نفری 15,000. 30,000 تا؟ آره تازه میشه نفری 15,000 تا. نه یعنی اینکه وارد برنامه بشن بهش پول نمیدن؟ نه فقط به برنده یه مبلغ. نه من گفتم اگه فقط بس من درخواست کنم بیا تو این فیلم
اجرا کن اون موقع، نه اینکه حالا منتظر برن. سوال من همین بود، تو سوال من درست متوجه شدی. من میگم که این مدلی که دیگه اصلا بر من نمیصرفه شرکت کنم، چون خیلی اعصاب روانم 30,000 تا اینجا میشه خرج 6 ماه، چیزی نمیشه تو آمریکا یعنی. ولی خب واسه اونجا ترکیه آره. حالا چه ترکیه چه ایران، آره 15,000 تا که هیچی، 10,000 تا مبلغ خوبیه. همین الانش هم به من 10,000 تا میان دستی بهم بدن خیلی خوشحال میشم، ولی نه با اون دهن سرویسی. همه خوشحال میشن، ولی باید بری خودتو، زندگی خصوصی تو بذاری در معرض عموم و اصلا برات مهم نباشه. اتفاقا من تحسین میکنم آدمایی که براشون مهم نیست بقیه چی قضاوتشون کنن و خودشونن. تو خودت یکی از همونایی. ما اینجا 2 نفر داریم، یه آدمی که تقریبا هیچی به هیچ جاش نیست، یه آدمی که همه چی به همه جاش هست. من حدودا برام مهم نیست، بعضی آدم‌ها واسم مهمن، حدودا برام مهم نیست مردم چی میگن. شما نظرتون چیه؟ به نظر شما ببینین نبینین؟ اینجا هم ببینین بعد برین ببینین ما کجاییم. دریا اینجا سان دیگو کالیفرنیا، میشن بیچ. بگو سابسکرایبش کنید، سابسکرایب هم کنید. من 300 تا دیگه سابسکرایب میخوام، سابسکرایبر میخوام تا کانالم مانیتایز بشه. یعنی الان هیچی درآمد ازش نداره. $1 هم دست دادن نیاورده، یه پول بدید.